تناقض یعنی لباست غربیه، سبک معماری خونت غربیه، موسیقی که گوش میدی، فیلمایی که میبینی، حتی خیلی از کلماتی که توی مکالمه روزمرت استفاده میکنی همه از فرهنگ غرب اومده. توی فکرت معیارهای موفقیت، زیبایی، حتی تفریح و خوشبختی هم اغلب غربیه. اما همین که پای اسلام یا میراث دینیت وسط میاد، یهو میگی این مال خودمونه. نه، اینا به اون تحمیل شده. چطور چیزایی که از هزاران کیلومتر اونورتر اومده رو بدون هیچ مقاومتی پذیرفتی، اما نسبت به باور و فرهنگی که قرنها توی همین سرزمین ریشه دوونده و با هویت و تاریخت آمیخته شده احساس بیگانگی میکنی؟ اگه فکر میکنی این تناقض بدون مقدمه و اتفاقی در ذهنت ایجاد شده، به صدها پیج اینستاگرامی، کانال و شبکه ماهواره‌ای توجه کن که بدون توقف باورها و ارزش‌های تو رو هدف گرفتن و به جای اینها ارزش‌هایی رو بهت معرفی میکنن که اصولاً هیچ جایگاهی در فرهنگ تو ندارن. تا بفهمی امروز چقدر درگیر جنگ فرهنگی هستی و چقدر فریب خوردی. و السلام علیکم و رحمت الله. بیا ببینم. ببین اینو که همه از زانوام ریزم تو عکاسید با این قدت. خواهان روزی هستم که با از بین رفتن کلیشه های جنسیت زده کلماتی مثل ناموس و غیرت مفهوم خودشون رو از دست بدن. از همون موقع من با تقدس انگاری مادر مشکل داشتم. این رو نمیپذیرفتم که مادر رو مقدسن، نه مادر خودم نه هر مادر دیگه ای که میدیدم به نظرم مقدس نمیومد و یا فکرم نمیکردم اگر من یک روز مادر بشم قراره من مقدس بشم. این مادر مقدس فداکار مهربان. چرا با مامانت اینجوری حرف زدی؟ چرا جواب دادی؟ چرا گوش نکردی؟ آسیب به آدم وارد میکرد. این که تو هنوزه ما بچهای ایرانی همیشه تو ذهنمون اینه که کی برگردم از پدر مادرم مراقبت کنم. اینجا من دوستان انگلیسی مادر پدرشون میگن آقا من تا 18 سالگی تا 16 سالگی خرج تو رو دادم دیگه برو، من میخوام زندگیمو بکنم.